این پهپادها قابلیت نشست و برخاست از باندهای خاکی و همچنین پرتاب از داخل سیلوهای زیرزمینی این پایگاه‌ها را دارد. تجهیز تمامی پهپادهای نیروی دریایی سپاه به سامانه‌های جنگ الکترونیک قوی از دیگر نکاتی است که فرمانده نیروی دریایی سپاه به فرمانده کل سپاه توضیح می‌دهد. در این پایگاه‌ها تجهیزات بروز شده و ارتقا یافته برای دفاع مستحکم دریایی از ایران قرار گرفته. آنچه اینجا به نمایش در می‌آید بخش‌هایی از این پایگاه است که مجوز انتشار رسانه‌ای پیدا کرد. در تمامی پهنه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان انبوهی از پایگاه‌های زیرزمینی پهپادی، شناوری و موشکی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حفاظت و صیانت از خلیج فارس و دریای عمان قرار گرفته. هر نقطه‌ای در هر سرزمینی مبدأ تهاجم بشه، اون نقطه برای ما مقصد تهاجم خواهد بود و هر نقطه دیگری که منفعت دشمن ما در اون قرار داشته باشه را مورد هدف و اصابت قرار میدیم. پهپادهایش همچنان ادامه می‌دهد و به گفته فرمانده کل سپاه این توانمندی‌ها افزایش پیدا می‌کند برای صیانت از خلیج همیشگی فارس، چون خلیج فارس خانه ما. یونس شادلو، خبرگزاری صدا و سیما. این تصویر پهپاد ایرانی است از ناو هواپیمابر آیزنهاور در خلیج فارس تحت رصد این پهپاد از داخل این بالگرد که نزدیک پهپاد ایرانی شده. این هم تصویر عکاس نیروهای فرامنطقه‌ای از داخل بالگرد از دید پهپاد ایرانی. مهاجر 6 به خاطر داشتن بدنی کربن و ارتقا به سامانه‌های ضد جنگ الکترونیک بسیار قوی به راحتی با رادارهای ناوها قابل شناسایی نیست. برای همین به صورت چشمی با بالگرد مورد رهگیری قرار می‌گیرد. اما پایگاه عملیاتی این پهپادها و مراکز فرماندهی آنها کجاست؟ این هم